آماده اید یه نگاهی به یکی از خشن‌ترین و غیر قابل پیش‌بینی‌ترین نیروهای طبیعت بندازیم؟ چیزی که میخوام بگم در مورد گردباد هاست. پدیده‌هایی که هم ترسناکن و هم شگفت‌انگیز. تصور کن دم پنجره وایستادی، آسمون پر از ابرهای سیاهی که دارن تگرگ و بارون تند میزنن. یهو یه ستون خاکستری چرخنده از دل ابر میاد پایین. اولش انگار فقط اون بالا آویزونه، معلق بین زمین و آسمون. ولی خیلی زود دست دراز میکنه و به زمین میرسه. همون موقع با جمع کردن خاک و آشغال رنگش خیلی تیره میشه. اگه شانس بیاری قبل از اینکه ببینی این بادهای گردان عظیم، حیوونا، ماشینا و ساختمونها رو به هوا میکشن، به یه پناهگاه رسیدی. سلام، من موسیو هستم و به کانال بلک لایت خیلی خوش اومدید. اینجا قراره چیزهای زیادی رو با هم دیگه یاد بگیریم، پس لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. این واقعیت تلخ میتونه هر جای دنیا رخ بده، اما با یه اختلاف فاحش بیشتر گردبادها توی ایالات متحده اتفاق میافتن. اونقدر زیاد که اگه میانگین سالانه گردبادهای همه کشورهای دیگه رو با هم دیگه جمع کنی، باز هم به آمریکا نمیرسن. آمریکا تنها کشوری که به طور منظم گردبادهای بالاترین طبقه بندی، یعنی طبقه بندی خشونت آمیز رو تجربه میکنه. گردبادهایی که بیشترین درصد مرگ و میر رو به دنبال دارن. آمار وحشتناک و نمونه‌های مرگبار هر سال توی آمریکا بیش از 1000 گردباد گزارش میشه. به طور میانگین این گردبادها حدود 80 کشته به جا میذارن. ولی بعضی سالها خیلی بدتره، مثل سال 2011. بزرگترین، پرهزینه‌ترین و یکی از مرگبارترین شیوع‌های گردباد که تا حالا ثبت شده. سوپر اوتبریک سال 2011. این اتفاق از 25 تا 28 آوریل در جنوب غرب میانه و شمال شرق آمریکا اتفاق افتاد. حدود 12 میلیارد دلار خسارت به بار آورد و تقریبا 321 نفر کشته شدند. مرگ و میر ناشی از گردبادها وقتیه که فرد توسط بادهای قوی به هوا پرت میشه. با اینکه نرخ مرگ و میر نسبت به اوایل دهه 1900 خیلی کمتر شده، اما طبیعت به ظاهر تصادفی و ناگهانی گردبادها باعث شده که یکی از سخت‌ترین پدیده‌های آب و هوایی برای پیش‌بینی باشن. پیش‌بینی فعلی برای گردبادهای در راه به طور متوسط فقط 8.4 دقیقه زمان هشدار اولیه رو میدن و تو شرایطی که نه تنها دارایی‌هات بلکه جون خودت و خانواده در خطره، هر ثانیه خیلی مهمه. دانشمندا هنوز خیلی چیزها رو در مورد اینکه چطور و چرا بعضی گردبادها انقدر مخرب میشن نمیدونن. و مهمتر از همه چطور یه روزی بتونیم بهتر پیش‌بینیشون کنیم. باور کنید یا نه، با وجود اینکه گردباد یک پدیده شناخته شده است، اطلاعاتمون در مورد اینکه واقعا چطور شکل میگیرن به طرز عجیبی کمه. فهمیدن نحوه شکلگیریشون برای ساخت مدل‌های بهتر پیش‌بینی گردباد حیاتیه. بعضی از دانشمندا حتی جون خودشون رو به خطر میندازن و خیلی نزدیک طوفان‌های خشن میشن، فقط برای اینکه دقیقاً بفهمن چه اتفاقی داره توی گردباد و اطرافش میفته. اغلب گردبادها با یه سوپرسل شروع میشن، یعنی یه طوفان که جریان هوای سعودی چرخنده دائمی تو هستش داره. سوپرسل ها به خاطر ترکیب خاصی از بادها به وجود میان. وقتی سرعت و جهت باد در ارتفاعهای مختلف فرق میکنه، به این میگن برش باد. وقتی باد نزدیک زمین یه جهت میوزه و باد بالاتر تو اتمسفر جهت دیگه‌ای داره، میتونه باعث یه لوله افقی از هوا بشه. بعدش با بالا رفتن هوای گرم و مرطوب و پایین اومدن هوای خنک، این لوله هوای چرخنده افقی میتونه به یک لوله عمودی تبدیل بشه که بهش میگن ورتکس. در این مرحله کل طوفان شروع به چرخش میکنه و سوپرسل متولد میشه. این نوع طوفان پدر بیشتر گردبادهاست. نزدیک زمین مزوسایکلون میتونه توسط جریان صعودی قوی باریکتر بشه. این فرآیند که کشش ورتکس نام داره، سرعت چرخش رو زیاد میکنه. این کار یه ابر باریک ایجاد میکنه و بعد جریان هوای نزولی چرخش رو به سمت زمین میاره و یک گردباد متولد میشه. حالا چرا بیشتر گردبادها توی آمریکا اتفاق میافتن؟ سیستم‌های کم فشار توی آمریکا هوای گرم و مرطوب رو از خلیج مکزیک و هوای خنک و خشک رو از کوههای راکی یا صحرای مرتفع در جنوب غربی به سمت بالا میکشن که همین باعث ایجاد برش باد میشه. ایالت‌هایی که بین این دو منطقه قرار گرفتن موقعیت ایدئالی برای شکلگیری گردبادهای شدید هستند. اما اینها همه یه جورایی حدس و گمانه. هنوز یه راز باقی مونده که دقیقاً چه شرایطی برای شکلگیری گردبادها لازمه. برای جواب دادن به سوالات زیادی که در مورد شکلگیری گردبادها باقی مونده، آزمایشگاه ملی طوفان‌های شدید سازمان ملی اقیانوسی و جوی آمریکا یه پروژه تحقیقاتی رو در سال 1995
به اسم آزمایش تایید منشأ چرخش در گردبادها را اندازه کرد که بیش از 100 دانشمند توش شرکت داشتند و از تجهیزات پیشرفته برای اندازه‌گیری آب و هوای دور و بر طوفان‌های سوپرسل استفاده کردند. این کار تو مسافتی بیش از 16 کیلومتر در جنوب و مرکز آمریکا، منطقه‌ای به نام کوچه گردبادها معروف شده، انجام شد. تو یه ماه اونا از 11 طوفان سوپرسل از جمله یک گردباد سوپرسل داده جمع‌آوری کردند. نتایج این پروژه نشون داد که شکل‌گیری گردبادها به اختلاف دما در لبه هوای چرخنده ربط داره. ولی ممکنه همیشه اینطور نباشه. مدل‌های ریاضی و مشاهدات واقعی نشون داده که گردبادها میتونن با کمترین اختلاف دما هم به وجود بیان. واضحه هنوز خیلی چیزها هست که باید در مورد اینکه دقیقاً چی باعث شکل‌گیری گردبادها میشه کشف بشه. در مورد اینکه چطور گردبادها از بین میرن هم هنوز اوضاع خیلی مشخص نیست. دانشمندان هنوز دارن در مورد جزئیات بحث میکنن. اما به طور کلی گردباد وقتی متوقف میشه که چیزهایی مثل گرما یا رطوبت یا چرخندگی رو از دست بده. یه راهی که ممکنه اتفاق بیفته برخورد با یک جریان باد سرد ناشی از بارون شدید هست. اما خب چیزی که بین شکل‌گیری و از بین رفتنش اتفاق میفته واقعا مهمه. چقدر خسارت زده، چند نفر رو کشته و چقدر مخرب بوده. رتبه‌بندی گردباد بر اساس همین چیزاست. بعد از تموم شدن گردباد کارشناسا میرن و خسارت‌ها رو بررسی و شمارش میکنن. اونا نگاه میکنن که چه نوع ساختمان‌های آسیب دیدن و چقدر بد آسیب دیدن. بعدش از مقیاس فوجیت‌های بهبود یافته برای تعیین یه رتبه از 0 تا 5 بهش میدن. این ارزیابی برای تخمین سرعت باد هم به کار میره که از 100 تا بیش از 320 کیلومتر بر ساعت متغیره. از اونجایی که اندازه‌گیری مستقیم سرعت باد یه چیز کمیابیه، ارزیابی خسارت اغلب تنها راهیه که دانشمندان میتونن تخمین بزنن یه گردباد چقدر قوی بوده و گاهی اوقات خسارت اونقدر فاجعه باره که قابل اندازه‌گیری نیست. حالا بریم سراغ سریع‌ترین و مرگبارترین گردبادهای تاریخ. از بین گردبادهایی که سرعت بادشون مستقیما اندازه‌گیری شده، اونی که بالاترین سرعت باد رو داشته در تاریخ 3 می 1999 در اوکلاهاما شروع شد. این اتفاق در جریان شیوع گسترده گردباد رخ داد که بیش از 70 گردباد بود. این گردباد خاص از مناطق پرجمعیت اوکلاهاما عبور کرد و با سرعت بادی به بیش از 512 کیلومتر بر ساعت رسید. ظرف 1 ساعت و نیم بیش از 200 خونه رو به کلی نابود کرد و 36 نفر رو کشت. ولی سرعت بادش انقدر زیاد بود که بعضی دانشمندان فکر میکنن باید یه رده جدید برای خودش داشته باشه. به جز موارد نادری مثل این گردباد که سرعت بادش مستقیما اندازه‌گیری شده، رتبه‌بندی از روی ویرانی که به جا میذاره تعیین میشه و خب نابودی کامل و مطلق همون شکلیه، چه سرعت باد 350 کیلومتر بر ساعت باشه چه 550 کیلومتر بر ساعت. دانشمندان به طور تئوری معتقدن که سریع‌ترین گردباد ممکن روی زمین 611 کیلومتر بر ساعت خواهد بود. این گردباد هم زیاد از این اعداد دور نبود، اما با اینکه این گردباد واقعا ویرانگر بود، حتی نزدیک به مرگبارترین گردباد هم نبود. در 26 آوریل 1989 یک گردباد تنها تو بنگلادش حداقل 1300 نفر رو کشت و 8000 نفر رو بیخونه کرد. این گردباد با سرعت بادی بین 338 تا 418 کیلومتر بر ساعت ویرانی به جا گذاشت که به جز چند تا اسکلت درخت هیچ نشانه‌ای از اینکه ساختمانی اونجا بوده باقی نذاشته بود. و مرگبارترین گردباد تاریخ آمریکا، گردباد 3 ایالتی، در 18 مارس 1925 بود که 695 نفر کشته به جا گذاشت. این گردباد تنها بود که تقریباً 2 برابر بیش از سوپر آوتبریک سال 2011 که شامل 300 گردباد جداگانه بود آدم کشت. اسم گردباد 3 ایالتی از سفرش از جنوب میسوری به ایلینوی و ایندیانا میاد که در مجموع 350 کیلومتر بود. این باعث شد که طولانی ترین مسیر رو داشته باشه که حدوداً 3 ساعت و نیم طول کشید و طی این مدت 15000 خونه رو ویران کرد. حالا بریم سراغ عریض‌ترین گردبادها. عریض‌ترین گردبادی که تا حالا ثبت شده عرض فوق‌العاده 4.2 کیلومتری داشته. این اتفاق در حدود الرنور اوکلاهاما در 31 می 2013 رخ داد و حدود 40 دقیقه طول کشید و خوشبختانه بیشترش در مناطق روستایی باقی موند. با اینکه سرعت بادش به 484 کیلومتر بر ساعت میرسید، خسارتش محدود بود. گردبادهای عریض معمولا مرگبار نیستن، با این حال این یکی باعث مرگ 8 نفر شد که 3 نفرشون اولین شکارچیان طوفانی بودن که تو گردباد کشته شدن. این اتفاق مرگبار یه یادآوری لرزه‌آور از اینه که طبیعت چقدر میتونه بی‌رحم باشه.
برای هر کسی که تو مناطق گردبادخیز زندگی میکنه تنها امیدشون به یه هشدار زود هنگامه که بتونن خودشون رو به یه جای امن برسونن. حالا بریم ببینیم تو پیشبینی گردبادها چقدر پیشرفت کردیم. در حال حاضر هواشناسان میتونن شرایط آب و هوایی که منجر به طوفان بشه رو زودتر شناسایی کنن، اما اینکه دقیقاً کی و کجای گردباد شکل میگیره خیلی سخته. بخش زیادی از این سختی به خاطر مقیاس نسبتاً کوچیکی گردباده. در حالی که طوفان‌ها میتونن مناطق بزرگی رو حتی چند ایالت رو پوشش بدن، گردبادها معمولاً کمتر از 1 کیلومتر عرض دارن. وقتی یه طوفان شکل میگیره، پیشبینی گردباد خیلی آسان‌تر میشه. هواشناسان با استفاده از سیستم‌های رادار داپلر میتونن طوفان رو تماشا و ارزیابی ریسک برای یک منطقه خاص رو ارائه بدن. مثلا 20% احتمال گردباد در این 40 کیلومتر وجود داره. اغلب اوقات هشدارهای گردباد که توسط سرویس ملی هواشناسی داده میشه، آژیرهای خطر کاذب از آب در میان. این اتفاق تا 80% مواقع میفته. البته همیشه بهتر محتاط باشی تا پشیمون، مخصوصا وقتی که گردباد واقعا شکل میگیره و فقط چند دقیقه برای آماده شدن وقت داری. در حالی که بیشتر مردم از گردباد فرار میکنن، کار شکارچی طوفان اینه که بره جلوش. اونا تجهیزات علمی رو در مسیری که انتظار دارن گردباد از اونجا عبور کنه نصب میکنن تا اندازه‌گیری‌های مهم رو به دست بیارن. همونطور که گفتم خیلی چیزها در مورد اینکه چطور و چرا گردبادها شکل میگیرن نمیدونیم. ولی خب ما نسبت به قبل اطلاعات خیلی بیشتری داریم و این به لطف همین افراد فوق‌العاده شجاعه. بیشتر این افراد هواشناسان، از جمله یکی از شکارچیان طوفان که تو گردباد الرنو جونش رو از دست داد. اسمش تیم ساماراس بود و به کارش خیلی علاقه داشت. یه بار گفت که یه اندازه‌گیری زمینی از داخل یک گردباد گرفته میشه به طور ویژه حیاتیه، چون داده‌هایی در مورد پایین‌ترین 10 متر گردباد میده، یعنی جایی که خونه‌ها، ماشین‌ها و آدم‌ها هستن. دانشمندای دیگه هم موافقن که شرایطی که به سرعت در نزدیکی زمین تغییر میکنه ممکنه عامل کنترل کننده شکلگیری گردباد باشه. این داده ها نه تنها میتونه به دانشمندا کمک کنه تا گردبادها رو بهتر بفهمن، بلکه پیش بینی ها رو بهتر میکنه و به طراحی ساختمون های کمک میکنه که بتونن در برابر بادهای شدید مقاومت کنن. البته ساختن یه ابزار فنی که خودش بتونه در برابر این بادها دووم بیاره کار آسونی نیست و دانشمندا یه زمانی کاملا بیخیالش شده بودن، تا اینکه در 7 می 2002 ساماراس کاوشگر از طراحی خودش رو مستقر کرد که در برابر برخورد مستقیم یک گردباد دووم آورد و تغییرات فشار، سرعت و جهت باد و دمای هوا و رطوبت نسبی رو ثبت کرد. اون و تیمش تونستن فیلم و داده رو از داخل چندین گردباد دیگه هم جمع‌آوری کنن و اطلاعات بسیار ارزشمندی رو به جامعه علمی بدن. اما جمع‌آوری این داده ها فقط یک تکه از پازله و دانشمندا هنوز دارن روش‌های تشخیص سیستم‌های هشدار رو بهتر می‌کنن و اونا رو توسعه میدن. این شامل انواع جدید از فناوری راداریه، مثل رادار ارائه فازی که میتونه کل آسمون رو در کمتر از 1 دقیقه اسکن کنه، یعنی 5 برابر سریعتر از سیستم‌های راداری فعلی. دانشمندا همچنین دارن مدل‌های پیشبینی آب و هوای بهتری می‌سازن. این مدل‌ها از داده‌های فعلی آب و هوا و رادار استفاده می‌کنن تا شبیه سازی کنن که اتمسفر در آینده چطور خواهد بود. برای اینکه این مدل‌ها دقیق‌تر بشن، دانشمندا دارن تلاش می‌کنن وضوحشون رو بالا ببرن. چون نه تنها گردبادها نسبت به طوفان‌های تندری کوچیکن، بلکه اتفاقاتی که داخل گردباد میفته مثل تغییرات دما، فشار، رطوبت و باد در سطح مولکولی رخ میده. و در حالی که شاید مدل سازی هر مولکول درگیر در یک طوفان فعلا ممکن نباشه، ممکنه یه روزی قدرت محاسباتی لازم برای این کار رو داشته باشیم. اما حتی اگه هیچ وقت نتونیم گردباد رو زودتر پیش بینی بکنیم، به دست آوردن فقط 1 ساعت جلوتر میتونه جون بیشماری از افراد رو نجات بده. ممنونم که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و توی کامنت ها بگید به نظر شما میرسیم به زمانی که بتونیم این پدیده علمی شگفت انگیز رو زودتر پیش بینی بکنیم یا نه.